سلام رفقا، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از قسمت‌های معرفی رشته مهندسی مکانیک از 0 تا 100. تو این قسمت قراره بریم سراغ مهمترین دغدغه هممون، یعنی بازار کار و مهارت‌های ضروری مهندسی مکانیک. اگه تا الان برات سوال بوده که مهندس مکانیک دقیقاً چه کاری میکنه، وقتشه با هم بریم سراغ جذاب‌ترین بخش ماجرا، یعنی مهارت‌ها و بازار کارش. خب اول تصویر کلی. گفتیم مهندس مکانیک یعنی مهارت ساختن چیزایی که حرکت میکنه، از موتور ماشین بگیر تا ربات‌های پیشرفته یا سیستم‌های تهویه هوا. ولی برای این کارا باید یه جعبه ابزار از مهارت‌ها همراهت باشه. حالا بریم سراغ این جعبه ابزار. اولیش نرم افزارهای طراحی مدل سازی مثل CAD یا همون طراحی به کمک کامپیوتره. با این نرم افزارها مهندس مکانیک قبل از اینکه یه قطعه ساخته بشه اون رو به صورت سه‌بعدی طراحی بررسی میکنه. یه جورایی با CAD همه چیز از ذهن مهندس وارد صفحه نمایش میشه. بعدش میرسیم به تحلیل مهندسی یا همون FEM. این یعنی قبل از اینکه یه قطعه واقعا ساخته بشه با شبیه سازی بررسی میکنی که مثلا تحت فشار یا گرما چه واکنشی نشون میده. پس با کمک نرم افزارهایی مثل انسیس یا آباکوس جلوی کلی هزینه و خطر گرفته میشه. اما فقط نرم افزار نیست، مهندس مکانیک باید درک قوی از مفاهیم فیزیکی داشته باشه، مخصوصا دینامیک، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت. یعنی بلد باشی با قوانین طبیعت کار کنی، نه بر ضدش. حالا بریم سراغ بازار کار. بازار کار مهندسی مکانیک گسترده است، از خودروسازی، هوافضا، صنایع نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و رباتیک گرفته تا حتی استارتاپ‌های تکنولوژی و انرژی‌های نو. اگه مهارتات رو درست بسازی، یک مهندس مکانیک میتونه توی نقش‌هایی مثل طراح صنعتی، تحلیلگر مکانیکی، مهندس پروژه یا حتی مشاور انرژی مشغول بشه. خب بریم جمع‌بندی کنیم. تا اینجا کلی چیز یاد گرفتیم از مهندسی مکانیک. در ادامه بیشتر راجع به بازار کار توضیح میدم و اما یه سوال مهم هنوز باقیه. اصلا مهندسی مکانیک خودش چند تا گرایش داره. حرارت سیالات چیه؟ طراحی کاربردی یا ساخت و تولید چه فرقی دارن؟ کدومشون برای من بهتره؟ توی قسمت 4 به اینا میپردازیم. ممنون که تا انتهای ویدیو با هم همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بدرود.